چو بر تخمه بگذرد روزگار، نسازند با پند آموزگار. بگیتی همه تخم زفتی مکار، بترس از گزند و بدی روزگار. چنین است رسمی سرای سپنج، گه شاد باشی از او گه برنج. تقسیم شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیکی فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. تقسیم نمودن این شاه اثر که با دستور سرور دولت محترم امام علی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود. شیوانه میکنیم که رو زمین توفای جناب داریم و هم از مردم تاجیک را برکت بکن صداری کزی برسیم حواسه کنیم واسه ما چی دارم حواسه بهترین آدم خوشبخت دستی خدا همه روزا در شبش بکنه که حواسه و نواسه دار شد و تمام مراد مقصد و برسین خورد نکنه دایما هم خیلی در سر دولت باشد شما دین بخونه هزار رحمت خدمت خدا شما را نگه باشه دوگی باشه. این شما چی شما بودید؟ اینا کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. اینا نوشته توفه از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسدار سول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شرایط جشن 30 سالگی استقلال دولتی و هر یک عائله کشور. هزار رحمت. اینا مرحمت. این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معرفت پرور ملت به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیش گرفته شده. هدف از آن به تاکید سرور دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان می باشد. انا بابا حاجی کتاب شاهنامه شاهنامه را خواندگی است. صوفای محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسدار سول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. اینا را بگی اینا یا جلدش نبینید دو جلد انا نگاه اینا باید دیگه دو جلد انا همش خدمتای محترم جناب بله است پیشوای معظم ملت. شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن. شاهنامه خرد است، خردی که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که از ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گر بیره بایند بمیریم بمیریم. یک اولین شده بنابرای ما اومده رسته بله همه کتاب تاجیکان از آن جدا همین شاهنامه که اثر بیزوال هسته اولین شده بنابرای باشد. سلامت اینا پیریکو توفه از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسدار سول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و هر یک عائله جمهوری تاجیکستان اینا بوده برای شرف جشن 35 سالگی استقلال دولتی و هر یک عائله کشور توفه کردگی هستم. خواندگی هستیم میدانیم با اینا
خدمت‌های ابوالقاسم فردوسی کتاب مذکور در نشریات شرق آزادی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است. باید یادآور شد که شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه ملی مردم آریای نژاد و گنجینه حکمت و خرد به حساب می رود. دایر به صفت‌های شاهنامه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سرسخن نشر نو آن از جمله می‌فرمایند: در حقیقت فردوسی در شاهنامه که در هیچ ملت دنیا همسنگ این کتاب اثری نیست، تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمان‌های مردمش را با خون دل قلمی کرد و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادت‌های آریایی‌ها را زنده و پایدار گردانید و به خدمت نسل‌های آینده گذاشت. شاهنامه وطن